به به چه جای خوب رو برقرار قایم شد. شدیم. ببین ما الان بیسمنتیم. خب از لیوینگ روم که فکر نمی عالیه. کنم بشه در رفت. الان در فرار کنیم دیگه. خب از کجا باید فرار کنیم؟ در دید نمیبینی آیا؟ چه کاریه بچه ها؟ چرا رو خاموش کنی؟ یعنی چی؟ کی میره تو؟ چرا باید بخوای خاموش کنی؟ آره برای چیز دلیل؟ همچین آبچینی گذاشتن که چی بشه؟ اوه اینجا هم چه چراغا رو خاموش کرد؟ دیتیله دیگه. ای وای ای وای ای بابا وای ای همین وای ای وای الان ای وای. خاموش نیست، اینقدر تاریکی میخواد ما رو بخوره قشنگ. سلام پسرم، اومدم برات غذا بیارم. بنده خدا چیکار جف کرده؟ خودتون قیافت ساعت چنده؟ ساعت چند نمیدونم ساعت چنده، مهم هم نیست. اول تو یه رستوران باشه که آنی چی آنی شد؟ من دفعه قبل که داشتم چرا رکورد لگ میکردم خوردم؟ خب توی خب این بخش حالت انباری تو پشت استیج یه ربات بود اینجا. دقیقا یادمه که به نمون گفتم نمون این چیه؟ گفت نمیدونم. الان نیست. آقا من حس میکنم دارم میخواست بگم غلط کردم. آقا اینجا کجا؟ کمک؟ این چه؟ وای اینجا صدا دقیقا همون داره. جایی بود که آره این میمردیم همونجاست. میرفتیم. این چیه؟ آره یه وای خاطرات. چیز بابا نمیدونم چی ولی چیز بابا چقدر وسیله داره بهم میده. چیه مگه ماینکرافت قراره کرفت کنم چیز باش؟ نه یه بچه بدبخت داره لطفا گریه نه. میکنه و من همینجور دارم اتاقا شکل داره ار میزنه. آره وای وای کارت قبلی داشت یا میمرد. خدا. مادر اینجوری میکنه به من. ببخشید این دختر دیگه خانم پسرا بکن. فاز بده گرفتت رفتی بکنی. اون تو. گیمز واچ دیکس نمیدونم میشناسی یا نه. خب به خیلی ویدیو اونو دوست داشتم. همین الان ویدیوهایی که دارم درست میکنم یه جورایی کمک گرفته از ویدیوهای اونه، الگو برداری شده از ویدیوهای اونه. سلام دختر خانومی. نوشته ممنونم، فکر کردم قراره اونجا تا ابد بمونم. خب میمردیم. وای 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 خبر کن. چرا دارم میرم اینجا؟ چرا دارم میرم اینجا؟ چرا دارم میرم اینجا؟ وای چرا قایم نمیتونی بشی؟ داری چرا این ته جای قایم شدنه. آره آره اون تایید. البته اگه بتونی ببینیش میسه قایم شو. الان میام با اون چشاش. سوات وای اسپایدرز این چیه؟ ای یا خدا مینی گیمش داغونه. چقدر مینی گیم مسخره ایه. چقدر سخت. خیلی سخت. برو خونه. ببین بزرگ که مینویسه مثلا ابجکتیواش اینجوری که برو خونه. گل؟ آره و اینکه من نصف یا متنات خدا. نمیبینم. چی شد؟ همدیگر نمیبوسن که احتمالا یا مثلا چون مامان و بابان همدیگر اینجا نه تو رو خدا نه. آخه داشت خواب اوکی میدید که این اتفاق بگو دارم رکورد میکنم و احتمالا دستم نخورده قطع کنم دارم میکنم. پیشی بعد ببخشید این رفرنس به FNAF 4 دیگه فردی داره روی تختش. گوری روز اول مگه تو تابستون نبود؟ آره تو کتابا خیلی همه چی دیرتر اتفاق انگار نمیگه بابا. اصلا توی رستوران من وقت نکردم با این مایک و چیپ وقت بابا بگذرونم. کتابا کلا سلام بابا میگم من اومدم غذا بخورم. بابا یه جوری نگاه میکنه که بیا اینجا بشین ایراد نداره. چقدر داره نفس میزنه. انگار واقعیه. کنم زیر میز قایم شم بابا اشکال نداره که.
میشه بیام بوست کنم؟ بابا بیا بوست کنم. بابا خیلی بیا بوست کنم. بغلم. بوست کنم. بیا بای بای. کدام 4 نفرن من که یا خدا. آره کلاس 4 نفری. ما کلاسامون 30 نفر است، برای اینا 4 نفر کلا تو کلاسشون. وجود آخه مسئله نداره. اصلا مضمونش مهم ترقه ترکوندی تو مدرسه. خب من واقعا تو مدرسه غذا نمیخورم. فایر رکر و برم دنبال اون بچه که ترقه داشت. بچه شما ترقه داری؟ نه شما ترقه نداری. سلام شما مواد داری؟ نه شما مواد نداری؟ اوکی. ببخشید شما سیگار داری؟ نه. این دختره چقدر راحت داره، یعنی چقدر ترسناک داره راه میره. یعنی چی؟ چه اینجوریه چشاش؟ چرا اینقدر ترسناک بود؟ هیچ حرف خاصی نمیزنم، فقط داستان میره جلو. خب و نمیدونم هیچ کدوم از اینا از تو کتاب اتفاق نیفته. الان من دقیقاً خاص حس اون هری پاتر فنا رو دارم که اوه همه چی جابجا شده. یا خدا نمی‌دونم. این کتابه رو کی بهم داد؟ الان نفهمیدم. این دختره الان بهم داد همه رو در مورد وای. یکم زیادی اطلاعات زیاده ها. آره تو از کجا میدونی دختر جان؟ اندو اسکلتونشون تو از کجا کشیدی؟ ببینم بچه تر بود از دیلسیش. آره دیلسیش که جدی. سلام بابا خدافظ بابا. زشته. وای نه. البته نمود نمیدونم مرد خب یا نه. بذار دیگه خیلی نه، مسخره داری یه چیز آره. میکنی. خب باید برم یه راه برای فرار. خب کاری نداره از پنجره میپریم پایین. چجوری این کاری کردم؟ پسر جان قابلیت‌های اسپایدرز. این دفعه دیگه جامپ اسکر نخوردم. بسون ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. از حرفم پشیمونم دیگه، دلم نمیخواد جامپ اسکر شم. وای صداش جوری بود فکر کنم از خونمون داره صدا میاد. ولی چه آهنگ باحال داره. واو. بای بای. فکر کردم تو نانو تو خونه زندانی کنم. چقدر کثیف خاک ازش بلند میشه قشنگ تا میپره توش. یه اون صدا فقط شنیدن میشه. ایکست لایت کجاست؟ از اصلا این پشت دیگه. خیلی هم با بیا. ای وای تو بچه تکون خوردی؟ کجا جرأتی تکون خوردی؟ این تکون خورد. این توی دختر خانوم؟ ای وای استریم رفت کلن خالی. مغزم من تو دهنم. لانچ بگ غذام افتاد. چی کن نخورش مامانم برام درست کرده. بابا من نمیدونم واسه استریم رفته. بابا من قلبم اومد تو دهنم. احتمالا اینجا که نیست. باشه خداحافظ. خداحافظ. فرار مردم. من مرده حساب. جف بیا کمک. جف اینجایی؟ جف که اینجا نیستی. پیچ گوشتی رو بزن برو تو. اوبار خوردم. سلام جف. هی جف میگم پیتزا داری؟ من پیتزا میخوام. میگه اوکی پیتزا. اوکی رفتم پیتزا بردارم. عالیه.
دیگه خب من چیکار رسمه کنم الان؟ اینجا روز خونه بابا پولی که ندارم چیزه چیزی بخرم. شاید یه کمی بتونم خودم بردارم. آره یکمش بردارم. یه دو از این هلپیه. کنسولا رو روشن کن. روشن نمیشن. وای آره دست هلپیه. آره نه آخه اسم گیمم هلپولس. میتونم روشنش کنم؟ من لگم نمیبینم خودم واسه این یکی واقعا کار میکنه سالمه. فکر نکنم زیادی سالم باشه. فکر کنم یکم ویلیام توشه. آره بنفشه. تو همشون یکم روشن زیادی کنم؟ بنفشه. همه رو میتونی روشن کنی؟ شوخیه. کنم. این یک عدد شوخی است. نکنه دارم ایسترگی چیزی باز میکنم خودم خبر ندارم. نگاه کن آخر مطمئنم سر هم خدا کلی چیز در میاد. آره همینجور دارم علکی من دارم رندوم چون میزنم. میدونی میتونم بازی کنم. چون این بالون بوی. وای نه این بازی های مسخره اینطوری هن. ولی هر بازی که بالون بوی توشه فشار خالصه. همین یکی این ولیتر داشت پاشو برو یه کار دیگه کن. جف بیا همینو درست کردم برات. جف بیا به خدا اگه من پول ندی گی. جف تو خدا به پات میافتم. جف اصلا اهمیت میدی به من؟ یه پیتزا میخوای بری دیگه. یه پیتزا آقا جان یه پیتزا. به خدا رنسد خیلی توی کتاب خیلی مرد بهتری بود. من بیشتر دوست داشتم. بابامو دارم. اوه فلش بک. یه وقتی که بابامون یه رترو شاپ داشت یه ربات بود که خیلی خود دوست داشتم و میخواستمش ولی بابام پولش نداشت بخرتش. بعد بابام برام خریدتش. اوه آخه همینجا جو عروسکش گذاشت. ای وای اومد. من برام لگه نمیبینم که اومد. چیکاره؟ چیکار؟ چرا چیکار شاش صورت؟ یه دلیلش چیه؟ مهم نیست. مهم اینه که چقدر عضله‌ایه. خب دیگه خداش چیکار نکنم با ما دختر زیادی عضله. آره بابا دختر نیست که این هیولا. خب دیگه واو چه فر باحالی دارن. میدونشو میخوام.
داره زنگ میخوره و من نمیفهمم ما در آش اینه همینجا رو بس اه. واسه یه دقیقه نگاه کن فونگایه آیه این هنوز زنده است این بشر از ویلیام هم بیشتر روم کرده آره حرفای Try not to let them see you walking or moving around. Then you might be in a bit of a pickle. آره اینجا نگاه کن یه دو اجاق بازه همونجا بسیز اون ویلیامو آخه کدوم کید نوشته rescue the kid کدوم کید اینه چی میبینی؟ اه، چیپه. میبینی؟ آره سلام مایکه مایک اینه من فکر می‌کردم اون یکی مایکه آره این مایکه بسا اون یکی مایکه وایسا از اون ور نرو اون ور چیکار چه فرار میکنی؟ بابا وای دهنتو وای مثلا نجاتت دادم اینه تشکرت این چه کاریه؟ آره بابا فرار این کن کار اه، جواب آخه فرار کردی بسا ولی الان که بریم بیرون تو زمان خب قدیمه باید چیکار کنم الان 3 تا نقطه چی کار ها؟ اندینگ گرفتم ها؟ یه اندین بود اوکی یه دقیقه هنگ کردم یا آره منم مغزمو God damn it, why?